الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، موضوع امروز ما پاسخ سوالها و پرسش هایی که از طریق کانال سوال و جواب به ما رسیده می باشد. نخست از همه از برادری محترم مسئول کانال سوال و جواب زیاد تشکری ادا می کنم که الله تعالی این بنده نهایت محبوب خود توفیق بخشیده که وقت گرانبهای خود را صرف این کانال دینی نموده و سوالات خواهران و برادران را نوشته و یا هم از آنها کاپی کرده به ما میرساند و ما باز جواباتی از او را در خدمت آنها قرار میدهیم و باز جوابات ما را ترتیب میدهند، ویدیو میسازند و در خدمت برادران و خواهران قرار میدهند. الله تعالی این زحمات برادر نهایت محترم را قبول بفرماید و حرصشان را به دین و برساندن دین بیشتر بسازد و همچنان از تمام خواهران و برادرانی که بیننده کانال هستند و همچنان برنامه های این کانال را میشنوند از آنها تشکری ادا میکنم و همچنان در حقشان دعا میکنم که الله تعالی توفیقشان را بیشتر بسازد و حرصشان را و تلاششان را در راه دین بیشتر بسازد. الله تعالی هر مسلمان را برای گفتن حق، شنیدن حق، رساندن حق توفیقی بیشتر ببخشد. به پاسخ سوالات می پردازیم. اولا برادری سوال کردن من گاوی را اشتباهاً کشتم، آیا بالای من چیزی است یا خیر؟ برادری محترم، اگر گاو را اشتباهاً کشته باشی، با موتر زده باشی یا با سنگ زده باشی یا با چوب یا این که در چای سبب شده باشی که در چای انداخته باشی، در هر صورتی که اگر اشتباهاً کشته باشی، مالک گاو یا مالک حیوان دیگری معلوم بوده باشه، اگر تقاضای تاوان را میکنه، تاوانی ای گاو باید که براش بپردازی و بالای تو جز پرداختن تاوان چیزی دیگری نیست به جز استغفار. الله تعالی می فرماید ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به، و نیست بالای شما کدام حرج و کدام گناهی در آنچه که شما به او به خطایی می روید، اشتباه میکنید. ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن انسان مؤاخذه میشه با آن چیزی که قصد میکند و عمدن او کار را انجام میدهد. و کان الله غفور الرحیم، الله تعالی زیاد ذاتی بخشنده و مهربان است. یعنی اگر اشتباه از انسان هم شده باشه و اشتباهی اگر کشته باشه، از الله تعالی استغفار بخواهد. اما اگر گاو را قصدن کشته باشه، قسمی که در سوال برادر دیگری هم گفتن که اگر ما گاو قصدن کشته باشیم، باز چی است بالای ما؟ اگر قصدن کشته باشن، باز در این صورت هم گناهگار هستن، چون یعنی حیوان را به طریقه که شرع او را مشروع قرار داده به اون طریقه ذبح نکرده، بلکه تعدی بالای حیوان کرده و حیوان را در حق بالایش ظلم کرده و در این صورت این گناهگار است، باید توبه کند و استغفار طلب بکند و همراه از یکی قیمتش به صاحبی و به مالک گاو میپردازد. برادری سوال کردن پسری پدر خودش را لعنت میفرستد، چه حکم دارد؟ اولا بسیار زیاد تأسف میکنم بالای پسر، الله هدایتش کند. این از جمله نهایت عقوق و نافرمانی و گستاخی پدر است و یا مادر
که انسان با اونها نفرین بفرستد. بر یک مسلمان درست نیست که برادری مسلمانش را لعنت بگوید، چی پسر به پدر و چی پدر به پسر. لعنت فرستادن جایز نیست. لعن المؤمنی که قتله. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لعنت مؤمن مانند قتلش است، گویا این که قتلش کرده باشی، یعنی گناه بزرگ دارد. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. مسلمان طعنه زننده نیست. هر کسی را به نسبش، به قومش، به زبانش طعنه بزند، به صورتش، به هیکلش. ولا اللعان، و همچنان مسلمان لعنت نمیفرستد، کسی را نفرین نمیگوید. ولا الفاحشی، بد زبان نیست مسلمان، فحش نمیگوید، دشنام حرفهای زشت نمیگوید. ولا البذی، و همچنان الفاظهای زشت، اخلاق نادرست و الفاظهای رکیک، اینها را مسلمان استعمال نمی کند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماند سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. فحش گفتن، داو زدن، دشنام دادن مسلمان فسق است و با مسلمان جار و جنجال کردن و با او جنگیدن این کفر است. البته کفری که از ملت اسلام بیرون نمیکنه. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند آنهایی که لعنت میفرستند روز قیامت اینها شاهد و شفیع قرار نمیگیرند، از شهادت و از شفاعت محروم میشوند. کسی را نه بر شاهد شده میتوانند و نه شفاعت کرده میتوانند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند لعن الله من لعن والدیه. لعنت خدا به شخصی که پدر و مادر خدا لعنت میفرستد. از جمله لعنت فرستادن لعن مباشر، پدر و مادر خدا لعنتی مباشر میگه، لعنت به پدر و مادر. الله انسان لعنت کرده. و همچنان از جمله لعنت کردن پدر و مادر ایست که انسان پدر و مادر شخصی دیگری را لعنت میکنه و باعث میشه، سبب میشه که او شخص پدر و مادر از را هم لعنت بکنه. لعنت خدا بالای تو انسان بوده باشه. یا این که پدر و مادر شخصی دیگری را فحش میگه و این سبب میشه که او شخص هم پدر و مادر از را فحش بگوید. پس شخصی که پدر و مادر خدا لعن میفرستد از خدا بترسد، گناهی بزرگی را انجام داده، باید توبه بکند و از پدر و مادر خود رفته باید عفو و درگذری طلب بکند. برادری سوال کردن که انسان در حالت خوابش آب منی از وجودش بیرون میشوه، آیا غسل بالاش واجب میشه یا خیر؟ بله برادر محترم، آب منی اما آبی را گفته میشه که با شهوت از وجود انسان بیرون میشوه و وقتی که انسان در حالت خواب چنین آب از وجود انسان بیرون میشه، باز غسل بالای انسان واجب است. حدیث در صحیح مسلم ام سلیم رضی الله عنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان میکند هل علی المرأة غسل اذا هی احتلمت. آیا بالای زن غسل است وقتی که احتلام شود، یعنی در خواب احتلام شود، آیا بالایش غسل است یا خیر؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن نعم اذا رأت الماء، بلی وقتی که آب دید. یعنی آب دید وقتی که از خواب بیدار میشه میبینه که اثر احتلام در کالایش موجود است، یا خشک شده یا اینکه تر موجود است، در این صورت غسل میکنه. پس اگر در احتلامش اثری از احتلام یعنی آب در کالایش اثرش میبینه، برابر است که خشک میبینه یا اینکه تر میبینه، در اون صورت غسل میکنه. اگر در خوابش فکر میکنه که من احتلام شدم و باز
بعد از بیدار شدن میبینه که آثاری از احتلام در کالاش نیست، یعنی آب وجود نداره، نه تر نه خشک. در این صورت باید غسل واجب نمیشه. برادری پرسیدن وقتی که منی در کالای انسان اصابت میکند چند مرتبه بشوید که کالای انسان نمازی شود؟ 1 مرتبه، 2 مرتبه؟ برادری محترم، اولا در باره منی باید گفته شود که منی را بعضی علما پاک میگویند و بعضی علما نجس. مقصد از پاک گفتن علما به این معنا نیست که منی خورده شود. بعضی اعتراض میکنن خیلی وقتی که پاک بوده باشه چرا نمیخوری؟ یعنی سوالی بیجا است. چرا هر پاک خورده نمیشه؟ خاک پاک است، کسی میخوره پاکه؟ خاکه. آب صابون پاک است، کسی آب صابون نمیخوره؟ مینوشه؟ یا این که آنچه که فضلیاتی که از بدن انسان، عرق، آب بینی، آب دهن، همه از اینها پاک است. اگر از بدن انسان بیرون شود کسی را مینوشه، میخوره؟ امکان نداره. یا این که درخت، برگ درخت و غیره اینها همه پاک هستند، لیکن خورده نمیشه. بعضی از انواع برگ درخت ها خورده میشه و همچنان علفی که در زمین است. یعنی هر پاک مطلب نداره که هر پاک باید خورده شود. پاک به این مطلب است که اگر در کالا اصابت کند، اگر در کالا برسد، به اون انسان نماز بخواند، نمازش می شود. این مقصد دارد. و کسایی که میگن نجس است، یعنی اگر در کالا اصابت کنه نماز با او درست نیست. این مقصد دارد. به هر صورتی منی اگر در کالا انسان اصابت میکند، انسان 1 مرتبه یا 2 مرتبه میشوید و این شستن برای عزیز که بوی منی از بین برود و امو شکلی که اگر کسی دیگری او را ببینه بد معلوم میشه. قسمی که آب بینی در کالای انسان باشه، اگر کسی ببینه بد معلوم میشه، انسان او را میشویه، پاک میکنه و می قسم منی است. منی از کالای انسان پاک کرده شود و دور کرده شود تا اینکه هیئت انسان برای دیگرها بد معلوم نشود. اگر 1 مرتبه هم بشویی کفایت میکنه، 2 مرتبه هم بشویی کفایت میکنه، امو بو و امو شکلی از او از بین برود، می کفایت میکنه. و حتی اگر منی خشک بوده باشه، انسان با ناخون او را بتراشد و از بین ببره، او هم کفایت میکنه. چون عایشه رضی الله عنها میفرماید كنت افرکه من ثوب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرکا فیصلی فیه. منی را از کالای رسول الله صلی الله علیه و سلم با ناخونم میتراشیدم و رسول الله صلی الله علیه و سلم در امو کالا نماز میخواندن. با ناخون تراشیدن و وقتی که انسان با ناخون میتراشه، در شکی نیست که امو سفیدی از او و امو داغی از او از بین میره، لکن اثرش باقی میمانه. پس به این معنا که یعنی منی نجیسی نیست که در کالای انسان اگر اصابت کنه با او نماز خوانده نشود. و همچنان در روایت دیگری عایشه رضی الله عنها میفرماید که ما کالای رسول الله صلی الله علیه و سلم میشوشتم، کالایی که او اثری از جنابت بود، یعنی منی در او اصابت کرده بود و اثری غسل در او موجود بود، یعنی اثری از امو منی هم در او وجود داشت. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در او کالا نماز میخواندن. از این احادیث معلوم میشه که منی پلید نیست، پاک است و شستنش به قصد عزیز که امی کالای انسان بد معلوم نشوه، مظهر انسان بد معلوم نشوه و امی بوی ازی دیگرها را اذیت نرسانه. قسمی که انسان آب بینی خدا پاک میکنه، آب چشم خدا پاک میکنه تا اینکه به دیگرها بد معلوم نشوه، دیگرها از این نفرت نگیرن. مقصد از شستن منی همین مقصد داره. و الا منی اگر در کالا اثرش بوده باشه کدام باقی نداره که انسان با او کالا نماز بخونه. و همچنان مزی. و درباره مزی که آبی که انسان با همسرش شوخی میکند کم کم بیرون میشه،
به شوق، اگر بالای ازی فقط آب پاش بدهد کفایت میکنه و حدیث علی رضی الله عنه در این باب واضح است. و همچنان اگر میشوید هم بهتر است تا اینکه بدبویی از او اثری از او را دور بسازد. اگر به آب پاشیدن آب هم اکتفا کند درست است. برادری سوال کردند که آیا اسقاط یا افشاندن طفل از شکم مادر جایز است یا خیر؟ برادری محترم، اسقاط یا افشاندن طفل از شکم مادر نه تنها جایز نیست بلکه از جمله گناه کبیره است، از بین بردن نسل انسانیت است و قتل نفس بدون حق است. الله تعالی می فرماید ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، شما نکشید اولادهای خود را از ترس گرسنگی و تنگدستی، از ترس آینده ایشان. رزق و روزی از اینها چطور میشه؟ کالا جای از اینها چطور میشه؟ تربیه از اینها چطور میشه؟ مدرسه از اینها چطور میشه؟ دکتری از اینها چطور میشه؟ این چورت را نزنید، چون الله تعالی میفرماید نحن نرزقهم و ایاکم، ماش اینها را روزی میدهیم و شما را همچنان. و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده در روی زمین نیست از حیوانات، انسان، جن، طیور و حشراتی که در زمین زندگی میکنه، همه از اینها را رزق و روزیشان بالای الله تعالی است. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، قتل از اینها به یقین گناه بزرگ است. و در آیه بعدی الله تعالی می فرماید ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، شما نکشید نفسهایی را که الله تعالی بالای شما حرام قرار داده، کشتن از او را، از بین بردن از او را، این نفسها را بدون حق نکشید. پس کسانی که طفل و یا هم جنین از شکم مادرشان اسقاط میکنن، اینا در تحت ای آیات شامل هستن، اینها قاتل هستن، قاتل نفس هستن. اگر چنین جرمی را انجام دادن باید دیت بپردازن. دیت جنین، طفلی که در شکم مادر است، 5 حصه از دیت مادر است. دیت مادر به اجماع صحابه و علما نیمی از دیت مرد است، یعنی 50 شتر، و 5 حصه از دیت پس میشه 5 شتر و یا قیمت 5 شتر. کسی اگر اسقاط میکنه باید 5 شتر یا قیمت 5 شتر بپردازد. زنکی در زمان رسول الله صلی الله علیه، 2 زنی در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم از قبیله هذیل با هم جنگ کردند. یکی از این زنها جانب مقابل را با سنگ زد و این زن خودش هم از بین رفت و طفلی که در شکم داشت او هم از بین رفت. جنجال ورثه از اینها نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کرد که دیتی جنین باید داده شود، یا غلام یا اینکه یک کنیزک. دیتی جنین یک غلام یا یک کنیزک داده شود و همراه دیت کفاره هم باید بپردازد. کفاره آزاد کردن یک غلام، اگر غلام نبود 2 ماه مسلسل باید روزه بگیرد. و این صورتی که طفل از ترس آیندهش اسقاط میکنه، از ترس نفقهش یا اینکه جایش و از ترس تربیهش. و اما اگر بدون این اسباب بوده باشه، عذری اگر باشه در به خاطر اسقاطی از این عذر از قبیل از این که دکتر به یقین خبر بدهد که مادر از بین می رود، در صورتی که طفل اسقاط نشود، پس مرگ مادر یقینی بوده باشه، غالب بوده باشه، در این صورت بعضی علما جایز میدانن که طفل اسقاط شود. والله اعلم. برادری سوال کردن شخصی زن خود را 1 طلاق میدهد و بعد از مدتی 1 ماه باز 3 طلاق میدهد
آیا این 3 طلاق یزی 1 طلاق واقع میشه یا این که 3 طلاق؟ قول درستش را بگوید. برادر محترم، هیچ شکی نیست که طلاق اولی که 1 طلاق داده، 1 طلاق واقع شده و بعد از 1 ماه 3 طلاق که داده و این 3 طلاق نزد علما در یک وقت یک مسئله اختلافی است. جمهوری از اهل علم به این قول هستند که 3 طلاق در یک مجلس و در یک وقت 3 طلاق واقع میشه و این زن از این فاصله میگیره و مجردی که 3 طلاق شد. و اما عده از اهل علم بنا به حدیثی که در صحیح مسلم آمده که 3 طلاق در یک مجلس در یک وقت در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 طلاق 1 طلاق واقع می شد و همچنان در عهد خلافت ابوبکر صدیق و همچنان در ابتدای خلافت عمر و بعد از اینکه عمر رضی الله عنه دید که مردم زیاد استعجال دارن و زیاد طلاق می دهند، باز 3 طلاق حکم کردن. بنا به این حدیث 3 طلاقی بعدش که بعد از 1 ماه داده 3 طلاق 1 طلاق واقع میشه و باز طلاق رجعی میشه، میتونه که به این زن رجوع کند. اگر جایی را که سکونت میکنه کسی که برش فتوا داد که زنت 3 طلاق شده بنا به قول جمهور، پس باید به فتوای از او عمل کنه، دیگر به زن خود رجوع نکند. برادری سوال کردند که آیا در مذهب حنفی چسباندن پا در صف نماز آمده یا خیر؟ برادر محترم، آنچه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل است و از صحابه کرام، تابعین و علمای بزرگ، امر به تسویه صف است، یعنی صف نهایت انسان درست و برابر کند و با هم نزدیک شود. و البته چسباندن از بعضی صحابه کرام عباراتی نقل شده که بعضی ها استدلال میکنن، از جمله انس رضی الله عنه و نعمان بن بشیر فرمودن کان احدنا یلزق منکبه بمنکب صاحبه و قدمه بقدمه، یعنی یکی از ما می چسباند شانه خدا به شانه همجوار شخصی که در پهلوش قرار داره و همچنان پایش و پای از او. و از کلمه یلزقو اینها استدلال کردن که اینجا یلزقو به معنای چسباندن است و در لغت عرب لزق و یلزقو و لزیقه به معنای چسباندن میآید. و البته بعضی علما از این کلمه را به معنای مبالغه در برابر کردن صف معنا کردن، یعنی مطلبش است که صف نهایت برابر کنی و چسباندن امکان نداره، به این نظر هستن. البته این مسئله را انسان زیاد بزرگ جلوه ندهد و هر کسی که به نحوه استدلال میکنه و از این حدیث مفهوم میگیره و مو عمل کنه، کسانی که میچسبانه پاهای خدا مطابق گفتار صحابه کرام عمل کردن و کدام اشکالی نداره، کار خوب کردن. و اما کسایی که اگر نمی چسبانن و یعنی تعویل میکنن که مقصودی از یعنی الزاق چسباندن نیست بلکه با هم نزدیک شدن است و نهایت برابر کردن صف است، آرای از اونها هم قابل احترام است و اونها را انسان مجبور نکنه که حتمی تو پاهای خدا بچسبان، تا اینکه سبب نفرتشان نشوه و سبب ترک کردن مسجد نشوه. و همچنان وصیتی ما به این برادر است که اگر کسی پاهایش به تو میچسبانه در دل کدام چیزی نگیر، احادیث فکر که می احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یا صحابه کرام امر به می چسباندن کرده باشه و تو به او عمل کردی و افتخار بزرگ است. برادری سوال کردن که آیا زن برادر را گرفتن جایز است یا خیر؟ زن برادر اگر طلاق شده باشه بعد از تیر شدن عده، درست است که انسان بگیرد و همچنان اگر برادر وفات کنه بعد از گذشتن عدت، درست است که بگیرد. برادر دیگری سوال کردن
آیا قبل از سنت فجر انسان که وارد مسجد میشه تحیه مسجد بخواند؟ برادر محترم، امی سنت فجر خودش تحیه مسجد است، حاجت دیگر تحیه مسجد نیست. سنت فجر وقتی که داخل مسجد میشه انسان اما سنت فجر بخونه برای تحیه مسجد کفایت میکنه. همچنان اگر داخل مسجد شد فجر نماز فرض قائم بود، فرض میخوانه اما خودش در حکم تحیه مسجد هم شامل میشه. اگر نماز سنت فجر در خانه خواند و مسجد آمد وقت بود، باز استاد انتظار نکشه تحیه مسجد بخواند. برادر دیگری سوال کردن در حق گذشتگان، پدر و مادر و غیره، خیش و اقربا که وفات کردن، نماز خواندن بهتر است یا اینکه تلاوت کردن؟ یعنی نماز بخوانی ثواب نماز با اونها بخشش کنی یا اینکه تلاوت بکنی، کدامی از اینها بهتر است؟ برادر محترم، البته نماز یا تلاوت کردن و ثواب زیرا برای مرده ها بخشیدن مسئله اختلافی است. البته هیچ یکی از این بهتر نیست. بهتر از همه از اینها دعا است، چون دعا در حدیث میآید رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که انسان وقتی که از دنیا میرود 3 چیز را میگذارد. یکی از جمله ولد صالح یدعو له، فرزند نیکوکاری که برشان دعا میکند. از نماز و از قرآن خواندن، قرآن بخوان برای خودت، نماز بخوان برای خودت و دعا در حقی پدر و مادرت بکن. و همچنان صدقه و خیرات هم در نصوص وارد شده است، طرفی از اونها صدقه و خیرات انسان میدهد و یا هم حج میکند یا عمره میکند، اینها ثوابش برای گذشتگان میرسد. اما نماز یا تلاوت قرآن چیزی در نصوص وارد نشده و عبادات ما توقیفی است، پس نباید از طرف مرده قرآن بخوانیم و یا اینکه نماز بخوانیم و یا ثواب زیرا به اونها بخشش کنیم. این چیزی ثبوت نداره و آنچه که ثابت است به همون اکتفا کنیم بهتر است. خواهری پرسیده بودن که الله تعالی آتش از چی آفریدن و در جواب ما تفصیلی برشان گفته بودیم که آتشی که در دنیاست وسایل زیاد است که از او آتش بیرون میشه و اصلی ای آتش از آتش جهنم است و اصل آتش جهنم که از چی آفریده شده الله تعالی به ما خبر نداده و این پوشیده است برای ما. و باز در جواب گفتن در سوره یاسین بخوان، اونجا الله خبر داده که آتش از چی آفریده. خواهر محترمه، من این مسئله را تفصیلی گفتم، البته شاید که شما درک نکرده باشین. در سوره یاسین آیت می آید الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. اینجا وسایل آتش برد، یعنی از چی آتش بیرون میشه؟ از جمله وسایلی که از او آتش بیرون میشه و از او آتش در میدهن، آتش میسازن، از جمله درخت است. الله تعالی میفرماید ذاتی که خلق کرد، آفرید برای شما از درختی سبز نار آتش را، یعنی از درختی تر که عقلا جور نمیاد، چون درختی تر مانند آب واریست. یعنی چطور از درختی تر آتش بیرون شود؟ و ایره بعضی علما گفتن که درختی است که از او وقتی که یک شاخش به شاخ دیگری بزنی تر خودش از او آتش بیرون میشه. و بعضی هم گفتن امی درختی تر که خوش شود ایره آتش کرده میشه، آتش بگذاری سوزانده میشه، یعنی میسوزد و آتش میگیرد. اینجا یعنی درخت را یکی از وسایل آتش معرفی کرد، یعنی وسایلی که آتش از او بیرون میشه یکی درخت است. ما چیزهای دیگری را هم گفتیم که از او آتش بیرون میشه، مانند کوه درخت نیست، از داخل کوه آتش بیرون میشه، الله تعالی آتش از او بیرون میکنه. کوه هاست که بسته در میگیرن
از داخل دریا آب است، از او الله تعالی آتش بیرون میکنه. از آهن الله تعالی آتشی بیرون میکنه و فعلا مردم از آهن آتش میسازن و از پترول گفتیم و از باد تند و تیز گرم، از این الله تعالی آتش در میده، آتش میسازه. پس چوب یکی از وسایل آتش است، نه اینکه آتش کاملا از چوب ساخته شده باشه. امید است که جواب را درست گرفته باشید. خواهر محترمه باز هم سوال کردن که الله تعالی آسمان و زمین و همچنان خوردنی که در روی زمین از در چند روز آفرید؟ خواهر محترمه آیات در این باب صریح است، آیات های زیادی میاد در قرآن کریم، از جمله آیتی سوره اعراف آیتی 54 الله تعالی می فرماید ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. این آیت صریح است که الله تعالی آسمان و زمین را در 6 روز آفرید. و از جمله همچنان آیتی سوره فرقان آیتی 59 الله تعالی می فرماید الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. ذاتی که آفرید آسمان و زمین و آنچه که در میان آسمان و زمین است همه را در 6 روز. و آیات زیادی در این باره این مطلب میآید که صریح است که الله تعالی آسمان و زمین و آنچه که در میان آسمان و زمین است در 6 روز آفرید. و در سوره فصلت یا حامیم سجده هم ذکر است که الله زمین را در 2 روز آفرید و همراه اقواتش در 4 روز. یعنی مجموعه اقوات، یعنی قوت و خوردنی که در روی زمین است، همه از اینها را در 4 روز آفرید. و درباره آسمان می‌فرماید فقضاهن 7 سماوات فی یومین، و آسمان هم 7 طبقه آسمان هم در 2 روز آفرید، مجموعه میشه 6 روز. پس زمین با تمام اقوات و خوردنی در 4 روز آفریده و آسمان ها را در 2 روز، مجموع میشه 6 روز. برادری دیگری سوال کردن که مرد برش درست است که موهای که در بدن داره و حکم شده که باید تراش شود، او را درست است که با تیغ بتراشد، اما برای زن درست نیست، زن باید بکند. چنین فرقی درست نیست و نیامده. مرد و زن موهای زیری نافه درست است که با تیغ بتراشند و با لیزر دور کنند و آله های پیشرفته دیگری که وسایل خوبی پیدا شده از طریق از او که موها را دور کنند. به مرد و زن یکسان درست است، از هر چیزی که استفاده میکنن، البته بدنشان ضرر نداشته باشه و کدام صدمه‌ای وارد نکند. اما موی زیری کش یا قول درباره از این نطف آمده، نطف کنده نمیگه، مرد و زن ایره بکنن به هر آله‌ای که میتونن، یا به دستایشان یا به آله یا به وسایل دیگری موهای زیری کشه بکنن. برادری دیگری سوال کردن که بچه خاله از خاله خود شیر میخوره، آیا میتونه دختری خاله خود همین خاله خود بگیرد؟ نه خیر برادری محترم، وقتی که از خاله خود بچه پیسری شیر خورد دیگه همه نسلی و خاله برای ازی حرام میشود، دیگر درست نیست که با دختری از او ازدواج کند. خواهر محترمه پرسیدن که دعاهای رد بلا و مرضها را اگر انسان خوانده بالای اولاد و شوهر خود دم کند آیا فایده دارد؟ بله خواهر محترم، بدون شک فایده داره و این کار خوب است. انسان اگر شوهر و اولادهایش دعا را یاد ندارن خودش بخوانه بالای از اونها دم بپرتوه و دم کردن از آیات قرآن کریم و همچنان احادیث نبوی دعاهایی که ثابت است این شرعاً جواز داره و انسان باید دم پرتوی اولادای خوده و همچنان اگر شوهرش دعا یاد نداره و اگر داشته و یادم داشته باشه درست است که بالایش دم پرتوی. برادری سوال کردن که آیا
دختری عمه را به نکاح بگیری جایز است یا خیر؟ بله برادر محترم، الله تعالی صریح در سوره احزاب میفرماید بر پیامبر خود: یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن، و در ادامه و بنات عماتک، یعنی از جمله زنهایی که برای پیامبر حلال قرار داده که امرایشان نکاح کنه دخترانی عمه است. و همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم از جمله زنهایشان زینب بنت جحش دختر عمه ایشان بود. عمه ایشان به نام امیمه دختر عمه ایشان بود. دختر عمه درست است که انسان با او نکاح کند، البته عمه از جمله محرمات است خودش، نه دخترش. برادر دیگری پرسیدن که در شهری کار میکنه که از خانهش زیاد فاصله داره و مدتی چند روز در او شهر باقی میماند و باز به خانه خود بر میگرده، چند روز دیگری در خانه میباشه. آیا این مدتی که در او شهر باقی میمانه نمازهای خود قصر میخواند یا خیر؟ برادر محترم، اگر محل کار انسان دور بوده باشه، فاصله‌ای که در اونجا قصر درست است، یعنی بالاتر از 80 کیلومتر، در این صورت در امی هنگام سفرش رفت آمدش نمازش قصر میخوانه، اما در حالت اقامت در جایی که کار میکنه نمازهای خود قصر نمیخوانه، بلکه حالت اقامت داره، اونجا نمازهای خود کامل میخواند. و همچنان در خانه خود و در جای محل کار خود نمازها را کامل میخوانه و در هنگام سفر رفت آمدش نماز قصر میخواند. بس. برادر دیگری درباره مسح بالای جورب پرسیدن که آیا درست است یا خیر؟ بله برادر محترم، بالای جورب مسح کردن درست است، چی در زمستان چی در تابستان، و شرطی است که انسان جورب با طهارت بپوشد و جورب ساتیر بوده باشه، پای انسان کامل بپوشاند، و همچنان جورب زیاد شفاف و نازک نبوده باشه. دیگر برای مقیم 1 شبانه روز و برای مسافر 3 شبانه روز درست است که بالای جورب خود بعد از اینکه با طهارت پوشیده مسح بکشد.